ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال تعالى في شأن حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست زین همراهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست گفتند یافت می نشود جستیم ما گفتان که یافت می نشود آنم آرزوست بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی سیدنا محمد و آله. لطفاً عکس نگیرید جزاکم الله. خدای قادر سبحان کریم یزدان خدای رؤوف و رحمان رو بی نهایت و از صمیم قلب متشکر و سپاسگزارم از اینکه این توفیق رو به این شاگرد حقیر مکتب رسول خودش عنایت فرمود تا پس از ماه‌ها انتظار و پس از ماه‌ها دوری و فراق و آرزوی وصال برای دیدن مردم با کمال و بنده های مخلص خدای ذوالجلال این انتظار را به سر آورد و نهایتاً این افتخار رو نصیب حقیر فرمود تا پس از طی مسافت نسبتاً طولانی در جمع گرم و پویا و صمیمی و روحانی و معنوی مردم مؤمن استان کرمان و این دهستان رمشک و عزیزانی که از بلوچستان تشریف آوردن قرار بگیرم و شرف حضور پیدا کنم. امید است که خدای سبحان این نشست و این حضور و این گرد همایی را به بارگاه خیش قبول بفرماید. چه خوش باشد
که بعد از انتظاری به امیدی رسد، امیدواری. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه برادران و خواهران متدین و مؤمن این مرز و بوم، به ویژه علمای اعلام و ریش سفیدان عظام. حقیقتاً همونطوری که مستحضرید مسافت تقریباً طولانی رو با دوستان طی نمودیم. دقیقاً نزدیک به 24 ساعت هست که ما در راهیم بدون وقفه و بدون استراحت، و عزیزانی که با ما همراه هستن دقیقاً مدت 40 ساعت است که خواب به چشمانشون نیامده. و واقعاً قبل از این که به نزدیکی های این منطقه برسیم خستگی بسیار عجیبی بر چهره همه ما نمودار و نمایان گشته بود. اما به خدا قسم از لحظات اولی که لطف و محبت دوستان رو و استقبال گرم جوانان رو و ریش سفیدان و علما رو که برای این شاگرد حقیر که به طور قطع و بدون اغراق عرض میکنم بنده هرگز لیاقت این همه محبت و عشق رو نداشته و ندارم، اما این لطف شما سروران عزیز و محبت شما که در واقع این محبت نسبت به من نیست چون که من فردی نیستم، بلکه محبتی که ما رو به هم پیوند داده و این صمیمیت و مهربانی و عطوفت و رأفت و رحمت رو در میان من و شما برقرار کرده، به قول اقبال نیست از روم و عرب پیوند ما، نیست پابند نسب پیوند ما، دل به محبوب حجازی بسته ایم، زین سبب با یکدیگر پیوسته ایم. در واقع در واقع عشق به رسول الله صلی الله علیه و سلم و عشق به ذات ذوالجلال الله و به عشق شاگردان رشید مکتب نبوی، عشق ابوبکر صدیق، عشق شجاع مرد تاریخ عمر فاروق رضی الله عنهما و عشق عثمان ذوالنورین و علی مرتضی و صحابه بزرگوار رسول خدا امشب همه ما رو در تحت این لوا و این مکان مقدس جمع نموده است و تا زنده باشیم ما عهد و پیمان خواهیم کرد که از این عشق ناگسستنی و محکم و مضبوط، یعنی عشق به الله و عشق به رسول الله صلی الله علیه و سلم و عشق به صحابه بزرگوار و شاگردان مکتب نبوی، هرگز ذره عقب نشینی نخواهیم کرد ان شاء الله. لذا بنده باز هم از همه سروران عزیز صمیمانه متشکر و سپاسگزارم و به ویژه از دوست بزرگوار و همسنگر بنده در حوزه علمیه جناب مولوی عبدالملک حفظه الله و همه علمای بزرگواری که اینجا تشریف آوردن و در واقع نقش بسزایی رو برای این دیدار ایفا کردن صمیمانه متشکر و سپاسگزارم و از خدای متعال برای همه علمای ربانی طول عمر با عزت رو مسئلت می نمایم. جوانانی که احیانا بیرون از مسجد هستن داخل مسجد بیان، جزاکم الله، از نزدیک دوستان رو ببینیم. الله ذوالجلال به همه شما و به همه ما توفیق علم و عمل و اخلاص عنایت بفرماید. صلوات غرای عنایت بفرمایید دوستان. صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنم این مجلس فرخنده و مبارک و خجسته رو خدمت شاه داماد عزیز و بزرگ ما که مدت شاید 1 سال هست مرتب ایشون طی تماس‌های تلفنی و ملاقات حضوری واقعا زحمت کشیدن و مرتب گوش زد می‌کردن که مبادا فراموش بشه، که گرچه که فراموش نمی‌شده
برادر بزرگوار ما جناب آقای عبدالودود راهنماپور که واقعا یکی از عوامل اصلی رسوندن من و شما به همدیگر بود. تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت خانواده سالارپور، خانواده عروس خانم و همچنین خدمت برادری دیگری که امشب عقد و بالاخره پیوند ازدواج این بزرگواران اینجا قرائت شد، آقای مهدی سالارپور و خانواده محترم مرادی و همچنین داماد آخری که هنوز عقدش مونده آقای مهراب انشالله و خانواده رمشکی، حالا اگر به خانواده آقای گل محمد، هر 3 زوج یعنی 6 فرد الله ذوالجلال چنین لیاقتی رو نصیب اینها فرمود تا جمعی از علما رو مهمان خودشون بکنن و جمعی از جوانان رو در مسجد. الله ذوالجلال این پیوند مبارک و ایمانی رو همواره الله ذوالجلال با برکت بگرداند و خداوند متعال از این عزیزان و از این برادران و خواهران و از این دامادها و عروسها خدای متعال فرزندان نیک و صالح رو تحویل جامعه بشری بدهد انشاءالله. صحبتها زیاد هست با توجه به اینکه مراسم عروسی ما داشتیم در شهرستان مشهد و هومه، چند مراسم اسلامی بوده در طی همین چند روز و قرار انشاءالله پس از اینجا به بندر عباس بریم و اونجا خدمت دوستان مراسم عروسی دیگری خواهد بود و از حنجره بنده هم مشخص است که مقداری مشکل داره و مریضم. به هر حال دعا بکنید خدای متعال توفیق بده تا اون چه که در ذهن دارم و لیاقت این مجلس رو داره الله ذوالجلال بر سر زبانم جاری بفرماید و امیدوارم که انشاءالله شما هم خسته نشید و خسته هم که نمیشید و اگر خسته هم بشید ما شما را ویل نمی کنیم، چون که 2000 کیلومتر راه رو آمدیم تا به شما برسیم، حداقل 2000 دقیقه وقت شما را بگیریم یا خیلی اگر انصاف داشته باشیم 2000 ثانیه بالاخره در خدمت شما هستیم. انشالله که خسته نمیشید. خب من به خاطر اینکه انفاس گرم شما به ما سرایت کرد و بدن ما رو گرم کرده عبا رو در بیارم و جوانی با شما صحبت بکنم انشالله. یک صلوات دیگه نهاد بفرمایید. بله سروران و جوانان محترم، دقایقی که خدمت شما سروران هستم پیرامون یکی از مسائل مهم و در واقع یکی از عناصر مهم و سرنوشت‌ساز در زندگی بشری به ویژه در زندگی جوانان محترم و معزز کلمات شکسته عرض می کنم. شاید بسیاری از جوانان این خواهش و این تقاضا رو داشته باشند که عبد واقعی خدا بشن و این پیشانی رو فقط در آستانه رب العزت و الجلال بسایند و زانوی شاگردی رو در مکتب شاگردان رسول خدا بزنند و از محضر علما کسب فیض کنند و همواره نور ایمان و نور قرآن و نور دین و نور رسول خدا صلی الله علیه و سلم در قلب اونها تابان و منور باشه. اما شکایت میکنن از موانع، شکایت میکنن از چالش هایی که سر راه این قشر عظیم قرار گرفتن. من بسیار عزیزانی رو دیدم که طی تماس های تلفنی از استانه های مختلف زنگ زدن فلانی ما در ماه رمضان خیلی خوب به مسجد رفتیم، ما بعد از این که 4 ماه الله ذوالجلال ما رو قبول کرد و در خط سفیران زمینی خیش یعنی جماعت تبلیغ قبول فرمود، پس از این که بعد از 4 ماه برگشتیم، یا بعضی از طلاب پس از این که چندین سال رو در حوزه‌های علمی گذراندن برگشتن شکایت میکنن که ما دوست داریم اون راه رو ادامه بدیم، ما دوست نداریم که با برچیده شدن تومار رمضان تومار عبادتم برچیده بشه، ما دوست نداریم فقط این نور قرآن و ایمان فقط در 4 ماه جماعت تبلیغ با ما باشه، ما دوست داریم همیشه عبد خدا بشیم. ولیکن بحرانهایی، چالشهایی، حفرهایی، گرگهایی به تعبیر واضحتر
در سر راه ما پیدا میشه و مانع رسیدن و ادامه دادن این راه میشه. راه درمانش چیه؟ راههای درمان این معضل بسیار زیاده. سروران عزیز، من میدونم که جوانان همه طالب عزتن، جوانان همه طالب شهرتن، جوونا همه میخوان تو جامعه از وجهه اجتماعی والا و بالایی برخوردار باشن، اما راهش چیه؟ از چه کانالی باید بریم بالا؟ چه سیری رو و چه مسیری رو طی بکنیم تا این عزت و سرافرازی رو از آن خود ما بکنیم و بعد با چه موانع و چالش هایی ما مخالفت بکنیم تا مانع راه ما نشه. بزرگواران، من چون که بحث امشب من پیرامون این قضیه هست، فقط به صورت مختصر در مورد عوامل عزت که دنبال عزتید از چه پلکانی بیرید بالا. الله ذوالجلال به پیامبرش و به همه بندگان خودش در حدیث قدسی میفرماید: یا عبادی ما خلقتکم لاستكثر بكم من قله ولا لاستأنس بكم من وحشه ولا لاستعین بكم على امر قد عجزت عنه. ای بندگان من شما رو خلق نکردم چون که تنها بودم از تنهایی در بیام، نه، یا به خاطر اینکه میترسیدم شما کنار من باشید، نه، یا به خاطر اینکه امری و کاری رو میخواستم انجام بدم نمیتونستم، قدرتش رو نداشتم، شما رو خلق کردم تا کمکم کنید، نه، بلکه خدای عزوجل میفرماید: انما خلقتكم لتعبدونی طویلا و تذکرونی کثیرا و تسبحونی بکرة و اصیلا. من شما رو خلق کردم تا منو عبادت بکنید و از این پلکان خودتون رشد و نمو بکنید. از پلکان عبادت خدا این پیشانی رو هرچه ما بیشتر در آستانه خدا بساییم، جوانان به عزت و سرافرازی بیشتری کسب میرسیم. متاسفانه امروز جوانان ما، من تا یک مجله رو خواندم نوشته بود یه آقای سریلانکایی ساکن کانادا میگه 69 ساعت و 42 دقیقه یک سر تلویزیون تماشا میکنه تا اسم خودش رو در ردیف رکورد شکنان تماشا کننده تلویزیون ثبت بکنه. حماقت رو ببین، 69 ساعت و 40 دقیقه فقط تلویزیون تماشا میکنه تا اسمش توی رسانه های گروهی یادداشت بشه و مردم ازش اسم میبرن. یا یک خانم 71 ساله چینی به نام خانم وانگ، ایشون 30 سال تمرین میکنند با دندوناشون که اشیاء سنگین رو بردارن تا نهایتا در سن 71 سالگی موفق میشه با دندوناش ماشین بزرگی رو به مسافت 20 متر جابجا بکنه تا اسم خودش را در صف اول روزنامه ها و مجلات ثبت بکنه. 71 سال پاش لب گور رسیده، 30 سال عمرشو در این راستا خرج میکنه. یا یه آقای دیگر به نام آقای کروز، نمیدونم 42 ساعت کامل اتو میکشه، نمیدونم 200 ساعت کامل پیاپی نمیخوابه، به اصطلاح رکورد شکنی بکنه و اسم خودش رو در مجلات، صفحه های روزنامه ها و در اذهان جایگزین بکنه و به اصطلاح بگن فلانی مشهور شده. اما جوانان، من آمدم اینو بگم که اگر شما عزت میخواید، اگر شما رفعت میخوای، اگر شما قدرت میخوای، اگر شما مکنت میخوای، اگر شما شجاعت میخوای، به خدا قسم همه راه ها به بنبست میخورد، بلکه به قول مولانا روم یک راه هست که ای برادر بی نهایت درگهی است، هرچه بر وی میرسی بر وی مئیس، و اون راه عبادت خداست. غلامی رو میارن، برده ای رو در کوچه پس کوچه های مدینه منوره به فروش میگذارن که این غلامو کی میخره؟ این مزدور و برده رو، که ناگهان چند نفر خریدار براش پیدا میشن که این غلام ناگهان جیغ میکشه: های برادران، هر کس میخواد منو بخره، من یه شرط دارم، شرط ما عملی میکنه من قبول میکنم، ورنه نه. گفتن شرطت چیه؟ خوراک و خوب، پوشاک و خوب، لباس، مسکن؟ نه، هر کس منو میخره شرط من اینه که من دوست دارم 5 وقت نماز در مسجد النبی پشت سر رهبر بشریت محمد رسول الله نماز بخوانم. هر کس میخواد منو بخره نباید مانع این نماز 5 وقت من بشه. من میخوام هر 5 وقت نماز پشت سر رسول خدا بگذارم. یکی از صحابه گفت عجب شرط بسیار زیبایی، من تو رو میخرم. جوونا، این صحبت من جای دیگه هم کردم،
فقط برای مقدمه هست، هنوز مقدمه صحبتمه. این صحابی خرید و به شرط جمع عمل کرد، 5 وقت نماز پشت در رسول خدا، که ناگهان یکی از روزها 5 وقت نماز گذشت و پیغمبر خدا علی رغم این که مقتدیای خودش یاد میکرد این صحابی رو در جمع نمازگزاران ندید. از صحابه سوال کرد که فلان صحابی فلان غلام کجاست؟ گفتن یا رسول الله ایشون بیمارن، مریضند. رسول خدا آه جگر سوزی کشید، گفت اون فرد مریضه و شما منو خبر نکردید؟ گفتن هو احقر شعلا من ان یطلبه رسول الله، اون خیلی کوچکتر و حقیرتر از آنه که پیغمبری مانند شما سراغشو بگیره، ازش چی میخوای؟ گفتن وای بر شما، آدرس و منزلشو بهم بدید. آدرس منزلشو بهش دادن. رسول خدا عاشقانه آمدن در منزل این غلام، همین برده که الله ذوالجلال به برکت دینش اونو عزیز کرد. آمد پشت در زد، غلام روی بستر خوابیده بود. گفت کیه؟ پیامبر خدا صداشو نشنید، بار دوم در زد. غلام بیشتر ناراحت شد، مریض بود. گفت کیه؟ بار سوم پیغمبر بار دوم هم نشنید، بار سوم در زد. کیه؟ در مخیله و گنجینه ذهنش هم نمی گنجید که پیغمبر بیاد به دیدنش. کیه؟ من مریضم، حوصله ندارم. که ناگهان از پشت در صدا آمد انا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، من محمدم، من رهبر بشریتم، من دلسوز امتم، من آمدم به دیدار تو. که در جا برق سفازینه گرفت، از جا بلند شد، با چهره ناباورانه در رو باز کرد که ناگهان چهره انور و اطهر رسول الله رو دید. پیغمبر ایشون رو به آغوش گرفت و سپس گریه کردن. گفتن یا رسول الله من خیلی کوچکتر از آنم که شما به دیدار من بیاید. میدونی پیامبر چه فرمود؟ گفت بل والله انک عند الله غال، به خدا قسم ای جوان تو نزد الله ذوالجلال از چنان رفعت و شوکت و قدرت و عزت و جایگاهی برخورداری که هیچ یک از جوانان و دولت مردان دنیا نای رقابت کردن با تو رو ندارند. سبحان الله، رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است و مکان آدمیت، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. آدمی را آدمیت لازم است، عود را گر بو نباشد هیزم است. گفت یا رسول الله اجازه میدی من 2 رکعت نماز شکرانه بخونم؟ گفت بفرما. الله اکبر، نماز شکرانه رو شروع کرد. رفت به سجده، گفت پروردگارا نماز عشق 1 سجده داره، به اون سر رو گذاشتن و برنداشتن. خدایا الان که رسولت و تو از من راضی هستی، من سرم را که به سجده گذاشتم چشمانم و بار دوم زمانی باز کن که در جنت الفردوس کنار رهبر بشریت باشم. رسول خدا آمد رو سرش وایستاد. بعد از 5 دقیقه که عزیزم پاشو، دید پا نمیشه، سجدش طولانی 10 دقیقه، بلند شو. 1 رو گذشت، پیغمبر خدا نگران شدن. سرشو که بلند کرد دید که جانشو به خدای جهان آفرین تسلیم کرده است. رسول خدا اینجا بود که چشمانش مثل ابر بهاری میگرید و تبسم بر لبانش نقش بسته بود. صحابه گفتن یا رسول الله چرا میگری و میخندی؟ گفت گریه ام در فراق این راد مرده، ولیکن خندم به خاطر این همه صف فرشته‌ای که برای استقبال این عزیز آمده است. جوان عزیز، میخوای عزت پیدا بکنی، رکورد شکنی میخوای بکنی، بیا اینجا تو صف نماز، تو صف عبادت، که خدای عزوجل به برکت دین تو رو عزیز بکنه. این جمله فاروق اعظم، های هواخواهان عمر فاروق، یادتون نره که حضرت عمر فاروق زمانی که آمد فلسطین رو فتح بکنه، بیت المقدس رو، با لباس مندرس و پیوندار و خودش پیاده و غلامش سوار بر شتر، وقتی که ابو عبید بن الجراح فرمانده مسلمانان متوجه این هیئت حضرت عمر فاروق شد، بدو آمد گفت عمر این چه وضعیتیه؟ ایران و روم داره از نام عمر میلرزه و تو چنین لباسی رو به تن کردی؟ گوش بده عمر فاروق چه گفت. روی قلب ما بنویسیم با آب طلا. فرمود های اعزكم الله بالاسلام فمهما تطلبون العزة بغیر الاسلام اذلكم الله.
یادتون نره ای جوان قرن 21، ای جوان مسلمان که خدای عزوجل توسط دین اسلام، توسط عبادت خدا به تو عزت و شوکت بخشیده. به والله قسم اگر عزت رو در غیر دین جستجو بکنی خدا تو را ذلیل خواهد کرد. این جمله فاروق اعظمه. طالب عزتی فقط بیاد اینجا، لا غیر، راهی دیگری وجود نداره. و اما صحبت اصلی من از اینجا شروع میشه، موانع و بحران ها. چرا جوان ما نمیتونه همیشه نماز بخونه؟ چرا جوان ما نمیتونه همیشه حجاب اسلامیش رو رعایت کنه؟ چرا جوان ما نمیتونه سالم و بدور از دنیای اعتیاد و بدور از دنیای چشمچرانی و الواتی و بدور از دنیای فیلمهای مبتذل زندگی بکنه؟ علتش چیه؟ عوامل زیادی داره، ولی مهمترین عامل، مهمترین سبب، مهمترین باعث میدونید چی هست؟ ای فغان از یار ناجنس ای فغان، همنشین نیک جویید ای مهان، میرود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. دوستی و مصاحبت و همنشینی بدون تردید واضح و مبرهنه که دوستی و مصاحبت با افراد پاک و مؤمن و صالح پله‌ای برای ترقی و ارشد صعود در پله‌های خوشبختی و سعادته. و اگر خدای نکرده جوانی بخواد با افراد ناباب و زیبا و زشت ارتباط برقرار بکنه، زمینه و مقدمه فرو رفتن در منجلاب و سقوط در وادی بدبختی رو برای خودش رقم زده است. این یک واقعیتی سروران عزیز که من خدمت شما عرض میکنم. رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، درود شریف بخوانید. در حدیثی میفرماید انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک. فرمودن مثال همنشین خوب و بد، پیغمبر چه مثال خوبی زدن، مانند فروشنده عطر هست و کسی که به اصطلاح خودش زغال رو دود میکنه و زمان قدیم این ظرفها رو تمیز میکردن. میفرماید انسانی که میره به مغازه عطاری، عطر فروشی، اونجا اما ایبتاع منه، یا یک عطری میخره خوشبو میکنه، و یا حداقل اگر عطری نخره همینی که رفت توی مغازه خودش خود به خود خوشبو میشه. و اما کسی که در مغازه آهنگری رفت، یا لباسش میسوزه با آتش، و یا اگر حداقل خودش رو خیلی جمع جور بکنه بوی بدی به خودش میگیره و لباسش میاد بیرون. چه مثال زیبایی فرمودن پیامبر. فرمودن مثال همنشین خوب مانند مغازه عطاری است که یا انسان خصال خوب و خصلت‌های خوب را از طرف میگیره برای خودش، و یا حداقل رنگ و بوی از آن خودش میکنه. و مثال افراد بد، مصاحبت با افراد بد مثل همون کوره آهنگری است که یا لباستو میسوزونه و کاش لباستو میسوخت. همنشینی با بدن کاش فقط لباس و یا بدن انسان رو میسوزان، اما بدانید که همنشینی با بدن ایمان و وجدان و غیرت انسان را میسوزاند. که من داخل بحثم اینو باز میکنم، یه وقتی حالی عجله نکنید. و در واقع بزرگترین و شکوفاترین ادعا، گواه بر این ادعای ما تاریخه. شما بشنوید ما در تاریخ شخصیت فرزانه‌ای به نام ابوبکر صدیق، همتون میگین رضی الله تعالی عنه، رضی الله تعالی عنه رو داریم. ایشون میدونید چرا میگن ابوبکر صدیق نخستین فرد از مردانه که مسلمان شد؟ بله، از زنان خدیجه، از کودکان علی مرتضی، اینها به نظر من کمال نکردن. گوش بدید، یک جمله، این نظریه خودمه. اگر خدیجه الکبری به عنوان اولین زن مسلمان شد، کمال نکرد. البته کمال کرد، ولی نه به اندازه ابوبکر صدیق. چرا؟ چون که همسر پیغمبر بود، خصال پیغمبر رو از نزدیک دیده بود. اگر علی مرتضی به عنوان اولین کودک مسلمان شد، کمال نکرد، چون که از کودکی تحت حضانت و سرپرستی رسول خدا بود. همونطوری که پیامبر حتی به حضرت علی برای اولین بار گفت مسلمان بشو، گفت اول برم با بابام مشورت بکنم، اجازه بگیرم. اما ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به مجرد این که ادعای نبوت پیغمبر رو میشنود و زمانی که ابو جهل و ابو جهلی ها متوجه ارشد بعثت نبوی میشوند، بلا فاصله
سراغ ابوبکر صدیق را میگیرن که ای ابوبکر، میدونی رفیق تو، دوست تو چه ادعایی کرده و چه دروغهایی نعوذ بالله به هم میبافد؟ ابوبکر خبر نداره. گفت چه خبره؟ گفتن که محمد صلی الله علیه و سلم دوست صمیمی تو ادعای نبوت کرده و میگه من پیغمبرم. آیا تو قبول میکنی؟ حالا گوش بده دوستی چقدر تأثیر داره. این شخصیتی است که در مدت چندین سال با پیامبر خدا ارتباط و مودت و محبت فوق‌العاده داره، یعنی با پیغمبر ارتباط خصوصی داره، دوست صمیمی رسول خداست. پیامبر را در همه عرصه ها آزمایش کرده. اینجاست که با این جمله تاریخی خودش خط بطلان میکشه بر همه فرهنگ منحط جاهلیت و اونجاست که میفرماید ان کان قال فقط صدق. اگر ای ابو جهل، اگر محمد رسول الله چنین ادعایی کرده و گفته من پیامبر خدا هستم، به خدا قسم بدان که او راست گفته است و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. همون جا ایمان میاره، بدون درنگ، بدون مکث، بدون فکر، بدون استخاره. شما فکر میکنید تأثیر چیه؟ فقط تأثیر محبت و دوستی است که صحبت از، به قول اقبال، صحبت از علم کتابی خوشتر است، صحبت مردان حق آدمگر است. اندر این دنیا نیرزی با کسی تا نیاویزی به دامان کسی. صحبت او هر خزف را در کند، صحبت او هر تهی را پر کند. ستر زن یا زوج یا خاک لحد، ستر مردان حفظ خیش از یار بد. کیمیا پیدا کن از مشت گلی، بوسه زن بر آستان کاملی. اونجاست که ابوبکر صدیق صدیقیت خودش رو ثابت کرد که این سبق صدیق را صدیق کرد، سرخوش از پیمانه تحقیق کرد. و اونجاست که رسول خدا این دوست و این مصاحب و این رفیق قدیمی خودش را برای سفر سرنوشت ساز و تاریخی هجرت، اون زمانی که همه در مکه مکرمه منتظر بودن که پیغمبر به او بگه عزیزم با من همراه باشو، اما این خبر برای کسی نمیرسد. ابوبکر صدیق دو تا شتر را سالها آماده کرده، چون که میداند مصاحبت و مودت و محبت پیغمبر با او فوق العاده است از زمان دیرینه. اونجاست که میبینه سر ظهر پیامبر خدا میاد به منزل، میگه از صحبه، ای رسول خدا دوستی منو میخوای، رفاقت و مصاحبت من رو؟ گفتم بله. حرکت کرد ابوبکر صدیق در رکاب رسول خدا، رفتن به غار سور و در سفر سرنوشت ساز و تاریخی هجرت تنها فردی که حامی رسول خدا بود ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. و اینجاست که قرآن کریم به صراحت میگه ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه. این چه عزتی بالاتر جا دارد جوان مسلمان، دوستداران ابوبکر صدیق، اقربه های تاریخ لحظه توقف بکنند و این آیه قرآن عظیم الشأن را بدون اغماض و تعصب مورد بررسی قرار بدن. اذ یقول لصاحبه، قرآن میفرماید این دو نفری که در غار بودن که ناگهان دچار هر شود خدمت شما استرس و اضطراب شدن. اذ یقول لصاحبه، صاحب یعنی دوست صمیمی، رفیقش، که رسول خدا برای رفیق صمیمش ابوبکر صدیق فرمود لا تحزن ان الله معنا، صیغه جمع. ابوبکر غمگین نباش، خدا با من توست، جفت ما، نه من تنها. این سبق صدیق را صدیق کرد، سرخوش از پیمانه تحقیق کرد. لذا آیه‌ای که خدمت شما ابتدا تلاوت کردم و یوم یعض الظالم علی یدیه، قرآن عظیم الشأن میفرماید روز قیامت زمانی فرا میرسد که فرد جوان مسلمان انگشت حسرت رو به دندان گاز میگیرد و میگوید یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من پیوند دوستی را با رسول الله مستحکم میکردم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من با فلانی دوست نمیشدم. این آیه میدونید در مورد کی نازل شد؟ عقبه ابن ابی معیط، یکی از رؤسای کفار قریش. ایشون دعوتی داشتن، اشراف قریش رو دعوت کردن و از اون جایی که پیامبر خدا هم از اشراف قریش بود، خوب گوش بدید، ایشون رو هم دعوت کردن رسول خدا را. پس از بعثت پیامبر خدا فرمود من دعوت شما رو قبول میکنم اما به یه شرط. گفتن شرط چیه؟ گفت شرطم اینه که تو به من ایمان بیاری، به خدا ایمان بیاری، کلمه و شهادتین رو بخونی. گفت مشکلی نداره، برای اینکه خلأ شما پر کردنی نیست، شما تشریف بیارید من کلمه رو میخونم. پیامبر خدا شرطش قبول کرد. گفت حالا که شما شرط منو قبول کردی، منم قبول میکنم دعوتی شما رو. آمد سر سفره نشست رسول خدا،
جمع کفار و قریش هم نشسته بودن که این عقبه ابن ابی معیط ملعون دوستی داشت به نام امیه ابن خلف. خوب گوش بدید، دوست صمیمی، با همدیگر به قول جوانان امروز خیلی شیش بودن، خیلی با همدیگر رفاقت تنگاتنگ داشتن. همین که امیه ابن خلف دید که عقبه رسول خدا رو دعوت کرده، از اون جایی که عناد داشت با رسول خدا، از خانه زد بیرون. گفت یا من یا یه شب، منم یه شرط دارم. گفت شرط چیه؟ گفت یا منو قبول میکنی بنا امیه رو داخل دعوتیت، و یا برمیخیزی نعوذ بالله خاک بر دهان خودش، آب دهانت را بر صورت نازنین و اطهر رسول الله میاندازی. گفت این چه خواسته احمقانه ایست؟ من محمد رو دعوت کردم، من براش تدارک دیدم، آبروی و وجهه خودم رو گذاشتم، من حتی شرط کردم که اسلام بیارم، تو چطور این خواسته رو از من میکنی؟ گفت همینه، دو راه داری، یا منو یا محمدو. اینجا بود که حس دوستی منافقانه در او گل کرد و سگها به گرگهای شیطان صفت تو بدنش احیا شد و او را مارها و عقرب نیش زد و حرکت کرد گستاخانه به طرف رسول خدا رفت و نعوذ بالله زبان یارای گفتن نیست، آب دهان خودش را به طرف صورت نازنین رسول خدا پرتاب کرد که ناگهان الله عزوجلال به فرشته مقرب خود جبرائیل دستور داد که یا جبرائیل ادرک عبدی محمد، برو محمد رو دریا، برو حبیب خدا رو دریا، برو دوست صمیمی منو دریا. جبرائیل بلا فاصله خودش رسون، هنوز آب دهانون ملعون به صورت نازنین رسول خدا نرسیده بود که مانند اخگر آتشین برگشت بر چهره عقبه ابن ابی معیط و چهرهش را کبود و سیاه کرد و همونجا او را به درک اسفل وارد کرد. اینجاست که قرآن کریم میفرماید، این آیه نازل شد که یوم یعض الظالم علی یده، روز قیامت این ملعون انگشت حسرت را به دندان گاز خواهد گرفت و خواهد گفت یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش من با رسول الله انس میگرفتم، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلانی رو امیه ابن خلف رو به عنوان دوست انتخاب نمیکردم، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. این آمد منو رسوا کرد و از بین برد و آبروی منو هم نقش برآب کرد. جوانان عزیز، قرآن چی میگه؟ اینجا نکنه جوان، به من و تو داره میگه، قصه نیست، به من و تو داره میگه مبادا جوان مسلمان روز قیامت ما هم حاضر بشیم و اونجا انگشت حسرت رو به دندان گاز بگیریم که کاش ما هم با رسول الله دوستی میکردیم، کاش ما با علما دوستی میکردیم که الحمدلله شما دارید، کاش ما با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دوستی میکردیم. قبل از این که ایام حسرت و ایام تأسف برسه الان به فکر باشید. من به طور قطع میتونم ادعا بکنم که 99% عوامل به فساد کشیدن و منحرف شدن جوانان رو مصاحبت ها و همنشینی های ناجنس و نابخرد تشکیل میده. به خدا قسم بسیاری از دوستان بودن تبلیغی بودن، رفتن جماعت تبلیغ، صالح شدن، پاک شدن، برگشتن تو محله و یا تعدادی تو رمضان توبه کردن، اما گرگهای دوپا و دوستان ناباب آمدن گفتن آقا بیا بریم خانه چایی میخوریم. روز اول بردن چاییش دادن، روز دوم بردن نوشابه دادن، روز سوم بردن آب و جو دادن، روز چهارم بردن شراب دادن و روز پنجم تریاک دادن و معتادش کردن. که من توی یک کتابی خوندم یا تو مجله یادم نیست روزنامه‌ای که برادر سرباز بود توی یکی از همین شهرهای جنوب، باباش جوان صالح مؤمن مسلمانی از من و شما، باباش همش پول میفرستاد براش و این نمازش قضا نمیشد، تا اینکه یه روزی هم دوستان نواب دور برشو میگیرن میگن آقا بیا بریم با هم دیگر گشت و گذاری بزنیم تو شهر و بازار. میگه وقت نمازم فرا رسیده، نماز عصرم، چطور قضا بکنم؟ میگه عصر زمان حال کردن، میریم یه دوری میزنیم نمازت میخونیم. بردن اونجا، بعد از این که اینها همه سیگار میکشیدن، این گفت من نمیکشم. گفتم بابا سیگار یه پف بزن، یه پف، معتاد که نمیشی، تریاکی و سیگاری هم نمیشی، یه پفه. جوان مواظب باش، من آمدم اینو بهت میگم که یه پف یعنی یه قدم تو وادی جهنم. به خدا قسم یه پف بگه زدم. نفهمیده بود که این آقایون پس فطرت به جای
اون بارود و به جای اون گردی که داخل تنباک داخل هرچه و سیگار، حشیش رو جاسازی کرده بودن. روز دوم یک گردشی دیگه، روز سوم تا این کم کم این جوان نمازگزاری که نماز تهجدش قضا شاهد نمی شده تبدیل شد به یک جوان معتاد بی مصرف. یک سر پول بفرست. باباش گفت چه خبره بابا؟ تو که همه قد پول نمیخواستی. نهایتا دید از طرف باباش پول نمیاد. گفتن از کجا پول بیارم؟ سربازم پول ندارم. با همون دوستانش حمله کردن به خانه یک پیرزن. یک پیرزن که هیچی نداشت. طلاها و جواهرای اون پیرزن همسایه رو برداشتن. پیرزن این جوان رو شناخت، گفت فلانی تو که جوان نمازگزاری بودی اینجا، چرا دست به چنین کاری زدی؟ این جوان سرباز معتاد از اون جایی که نمیخواست آبروش بره برگشت و با همین دستانش این پیرزن رو خفه کرد و به قتل رسوند. مقدمش چی بود؟ دوستی ناباب. دور شو از اختلاط یار بد. یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها همین بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. به خدا از مار بدتره. مار فقط جان انسان رو نیش میزنه، ولی یار بد هم جان تو هم ایمان تو هر دو تا رو به باد میده. یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها همین بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. نار خندان باغ را خندان کند، صحبت نیکانت از نیکان کند. سروران عزیز و برادران بزرگوار، بسیار متوجه باشیم. یه برادری دیگری میگه جوان البته میان سال 42 سال، میگه تو کارخانه نساجی داشتم کار میکردم، سرم تو لاک خودم بود، شبها روزها شب کار بودم، روزها استراحت، شبها کار میکردم، زن بچه اولاد زندگی همه چیز داشتم. اینها قصه نیست، به خدا قسم مال عصر حاضره، مال رفقای من توست، مال دوستان من توست که به این سرنوشت گرفتار شده. میگه روزی از روزها یکی از دوستانم گفت آقا تو شبها چرت میزنی داری خواب میری. گفت چیکار بکنم؟ گفت آقا یک چیزی مانند شکلات بیدم بهت که بخوری رمق بگیری، هرگز خواب به سراغت نیاد. میگه منو برد چای داد و همون شکلات، نفهمیدم که این تریاک بوده یا هیرون یا هر چی. میگه خوردم، روز دوم بیشتر، روز اصلا معتاد شدم، طوری شد که بلا فاصله از کارخانه انداختم من بیرون که آقا تو به درد ما نمیخوری، تو معتادی. زنم وقتی فهمید که من معتادم رفت ادعای طلاق کرد و طلاقشو گرفت. من موندم و یه پسرم احساس حقارت میکرد جلوی بقیه که باباش معتاده. همه میگفتن برو گم شو بابات معتاده، هیچ حالش نیست. میگه روزی پسر به بابا گفت بابا، گفت چیه؟ گفت آبروی منو جلوی بقیه بردی. همه میرن با باباشون تو پارک میرن، همه میرن تفریح، همه میرن ماه عسل، همه میرن گردش در نوروز، ولی تو منو تا پارک هم نبردی. میگه گفت بریم بابا جان با هم امروز پارک. رفتن از خیابون که میخواستن رد بشن، یهو یه ماشین آمد زد بغل پسره و پسره افتاد. پسره حالش وخیم نبود، یعنی مردنی نبود، دست باش مقدار شکسته شده و زخم بسیار سطحی برداشته بود. پدر بسیار عجولانه پسر رو برداشت داخل همون ماشین. راننده بسیار دست پاشو گم کرده بود. بیچاره میگفت چه بلایی به سرم بیاد. تون حرکت کرد به سمت بیمارستان. پدر متوجه شد که پسرش به هوش آمد و با این ضربه از بین نمیره. گفت چیکار بکنم؟ این پسر به دردم چه بیخوره؟ من پول میخوام چون که تریاک ندارم. به خدا این امت رسول الله است. این جوانی که اسمشو محمد گذاشته، این جوانیش که اسمشو احمد گذاشته، عبدالرحمن گذاشته، پس از این که بچه چشماشو باز میکنه به طرف پدر لبخند میزنه، راننده هیجان داره به طرف بیمارستان میره، این پدر پس فطرت دستها و پنجه های گرگ سفدش رو به خدا قسم به گردن پسرش میاندازد و پسرشو خفه میکنه. الله اکبر! چقدر قساوت، چقدر سنگدلی، چقدر بی غیرتی. جنازه رو میارم به پزشک قانونی، پس از این که مراحل قانونی رو انجام میده، پس از این که اونجا آزمایشات رو متوجه میشه که این با ضربه ماشین نمرده و کسی با دستاش خفه کرده، پس از این که بازجویی میکنه پدر اعتراف میکنه بله من پول نداشتم، تریاک نداشتم، پسرمو کشتم. های جوان مسلمان، فکر نکن که تو جوانی، نه به خدا پشت سر من و تو هم هست.
مبادا ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. کار شیطان میکند نامش ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی. لباس ولی پوشیده و لباس دین و میاد اینطور جوانان رو از بین میبره. شب اول میگه آقا ببریم فیلم نگاه میکنم، فیلم تلویزیون ایرانه. شب دوم میگه آقا یه فیلم جنگی گذاشتم، یه فیلم هندی شب سوم گذاشتم و نهایتا فیلم های مبتذل و سیکس. و اونجاست که بحران ها ایجاد میکنه، اونجاست که آتش شهوت دنیا رو از بین میبره. که حضرت مولانا مفتی سبحان محمود رحمه الله در کتاب خودشون می نویسن که من خودم خوندم، میگه یکی از جوانان کراچی آمدن پیش من، گریه میکرد، زجه میزد. گفتم چیه جوان؟ گفت بله من دیشب داشتم فیلم مبتذل نگاه میکردم تو خانه، فیلم های سکس رو نگاه میکردم که ناگهان آتش شهوت در من شعله ور شد. هرچه با خودم پیچیدم دیدم راهی ندارم، نهایتا دیدم که مادرم کنارم خوابیده است. آتش شهوت به من اجازه نداد و با مادرم زنا کردم. یا الله، اگر از آسمان سنگ نمیباره به برکت دعاهای نیمه شب رسول الله است که خدایا امتمو تو این دنیا به عذابهای سخت گرفتار نکن. اگر پیغمبر میفهمید من تو اینیم دعا نمیکرد، اگر عمر میفهمید من تو اینیم تو محراب خودشو تکه تکه نمیکرد، اگر عثمان میفهمید من تو اینیم به خدا خونشو شهید نمیکرد تو قرآن. چه جوابی داریم بدیم؟ با چه روی میخوام حاضر بشیم روز قیامت؟ امت رسول الله هم هستی، سنگ تبعیت از آن حضرت هم به سینه میزنی. جوانان عزیز، برادران بزرگوار، بیاییم همه ما دست در دست یک بدیم، بیاییم برای این که انسان پاکی بشیم دست رو به دست مردان پاک بگذاریم که به قول اقبال کیمیا پیدا کن از مشت گلی، بوسه زن بر آستان کاملی. یا سعدی میفرماد گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. به خدایی که محمد رو به رسالت فرستاد قسم یاد میکنم، من خودم بارها و بارها عبادت خدای متعال در من تقلید میشد. یعنی انسان در نوسان همیشه عبادتش محبت کم و زیاد میشد، عشق دنیا و غیرها میامد. هنگامی که این حالت رو بر من طاری میشد حرکت میکردم با دوستانی که اینجا هستن، مستقیما سراغ میگرفتم کوهبل محضر مولانا محمد عمر رحمت الله علیه که برای اولین بار به استادم میگم رحمت الله. خدای متعال این نعمت عظما رو برد، این مولد برق ایمانی رو برد، کسی که دنیا از اونجا برق میگرفتن. پس از این که یه 2 ساعتی می نشستیم عجیب میشد، حالت عجیبی با دست میداد، نیرو میگرفتیم، انرژی میگرفتیم. الله اکبر. هم نشین اهل معنا باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا. کوهبن همتون کیا رفتن میدونن من چه دارم میگم، ولی چه کنیم الان دیگه نیست. خدا در هنگام نماز تهجد تو سجده مولانا رو از ما گرفت. خدای متعال این عالم فرزانه رو، این همنشین پاک رو از ما گرفت. خدایا خودت این خلأ رو پر کن. که من در دیگه جا صحبتم گفتم در مسجد النبی مدینه منوره در روضة من ریاض الجنه سال 84 نشسته بودم، تلاوت قرآن میکردم. یه جوانی رو دیدم که از غرب آمده بود، نمیدونم از کجا، زبان فارسی مقداری بلد بود. صحبت کردیم، به من گفت تو از کجایی؟ گفتم من از ایرانم. تا گفتم از ایرانم بلند شد گفت تو مولانا محمد عمر سربازی رو میشناسی؟ گفتم عزیزم چطور نمیشناسم، من غلامی از غلامان ایشونم، من چند سال در خدمت ایشون درس خوندم. به خدا قسم بلند شد
پیشانی منو بوسه داد، گفت به نیابت از مولانا چون که اینجا نیست صورت شاگردشو میبوسم. گفت تو رو بفرما خدایا خودت بار دیگر برای ما گمشدگان امت رسول الله مصاحب و دوست صمیمی رو نصیب بفرما. وقتم گذشت و یه پیام دارم برای همه مسلمانان دنیا که دوستی فردی داریم، دوستی اجتماعی داریم. مبادا خدایی نکرده. امروز میدونید جوانا رمز شکست ما مسلمان‌ها چیه؟ فقط در همینه که ما شرط دوستی رو رعایت نکردیم. اون جایی که خدا میفرماید یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، دست دوستی را با یهود و نصارا دراز نکنید، دستتون رو به نشان دوستی به دست هر ابلهی ندید. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود، شدیدترین مردم از روی عداوت با مسلمانان یهودیان. امروز میدونید رمز شکست ما چیه؟ فقط اینه که دولت مردان دنیا متاسفانه به جای این که بیاد دست دوستی را به دست مسلمانی دراز بکنه، میاد ببینید چی میشه. فلسطین اگر اینطوری است، اگر امروز در فلسطین ما به رسول خدا اهانت میشه، اگر امروز در فلسطین میاد بیت المقدس را خراب میکنن، به خاطر اینه که همه دوست صمیمی اسرائیل شدن پس پرده، از یه جا آب میخورن. های اقبال کجایی؟ میگفت ای روح عرب بیدار شو، چون نیاکان خالق اعصار شو. خاک بطحا خالدی دیگر بزای، نغمه توحید را دیگر سرای. زنده کن در سینه آن سوزی که رفت، در جهان باز آوران روزی که رفت. ای نخیل دشت تو بالنده تر، بر نخیزد از تو فاروقی دیگر. یه عمر دیگه نمیشه؟ یه عمر که وقتی حرکت کرد ما فلسطین رو فتح بکنه، جوان دوستار عمر گوش بده، غلط میگن کسانی که میگن عمر با شمشیرش دنیا رو مسلمان کرد. خاک بر دهان این آباد. نه به خدا، عدالت عمری، رعفت و محبت و مودت عمری توانست بدون خونریزی فلسطین رو فتح بکنه. این آقا با شمشیر با زور آمد، فلسطین یه خونریزی نشد. آمد وقتی فلسطین رو فتح کرد، همه آمدن به استقبالش، دستور حکم اعدام سرتاسری نداد، حکم از بین بردن تمام نهضت‌ها و فعالیت‌های مسیحیت رو نداد. میدونید چه حکم داد؟ بلا فاصله پس از این که رفت وارد بیت المقدس و اونجا رو آباد کرد و اونجا رو از لوث مسیحیت پاکسازی کرد، گفت وین مؤذن رسول الله، مؤذن پیغمبر کجاست؟ تا برای اولین دستور عمر فاروقه، برو اذان بده، برو اذان بده بر فراز منابر و مناره های مسجد الاقصی. مؤذن الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله. وقتی که به اشهد ان محمد رسول الله رسید، ناگهان جیغی از وسط مجلس بلند شد که نگاه کردن کیه؟ متوجه شدن عمر فاروق فرمانده مسلمانان بیهوش بر روی زمین افتاده است، که در عالم خیال گفت السلام علیک یا رسول الله، سلام بر تو ای رسول الله. کاش می بودی امروز و برای اولین بار در تاریخ اسلام صدای اشهد ان محمد رسول الله را از بیت المقدس میشنیدی. جوان مسلمان، دولت مردان دنیا، امروز ما چه حرفی داریم؟ بگیم یا رسول الله کاش زنده می بودی و میدیدی که در بیت المقدس چی میگذره، میدیدی که در مسجد الاقصی چه جنایت هایی انجام میدن. اینها همه زاییده دوستی های عرض شود غیر جا و بی جای سردمداران حکومت های اسلامی است. و کاش این حکومت ها به جای این که با فلان کشور، با فلان دولت، با فلان حکمران تعهد دوستی و فلان ببندد، به فکر ملت خودشون می بودن، به فکر رعیت خودشون می بودن، ملت رو به خودشون نزدیک می کردن، بندگان خدا رو به خودشون نزدیک می کردن، دست پا شکسته ها رو به خودشون نزدیک می کردن. به خدا قسم روی فتح و پیروزی در تمام دنیا رو می دیدن. ولی چه کنیم و برای کی بگیم؟ سردمداران عرب متاسفانه اینطور شده. ولی جوان، من و تو اختیار خودمون رو که داریم، نداریم؟ اختیار دختر خودمون که داریم. نگذارید دخترتون با هر کس، خواهران صدای منو دارید میشنوید، برادران، پدرم، به خدا امروز تو شهرستان‌های بزرگ فتنه و فساد بیجا بیداد میکنه. دخترهای مسلمان یه روز رفته تو شهر با برقه با روبند، روز دوم آمده با یک منتویی که بالای زانواش
که برادری که الان تو مجلس هم هست به من تعریف کرد، بگم راستشو، جناب آقای دکتر، میگه روز یه مریض آمد همین چند روز پیشم، یه جوون تقریبا 13-14 ساله، سر و تیپ بسیار، کت و شلوار. گفتم پسرم اسمت چیه؟ گفت اسمم سمیه هست. گفتم سمیه که اسم دختره، تو چرا اسم پسر برای خود انتخاب نکردی؟ گفت نه جناب دکتر، من پسر نیستم، من دخترم. گفتم این چه لباسیه؟ این لباس چیه؟ فقط بلیز و شلوار و السلام. حتی موهاشو کوتاه کرده بود، به اصطلاح کپ آلمانی میزنه جوون، از این طرف کوتاه کن، از این طرف کوتاه کن. میگه مد روزه، فرم روزه. آن ننگ بشر بین که زند دم ز تجدد، عریان بنموده است چو حیوان بدن خود، پیچیده سر از حکم خدا کرده تمرد، بنموده به تقلید غلط پیروی از مد. این از تمدن که کنون رایج باب است. حالا ببین، بیا جمعش کن. 14 ساله که دخترها به این سن ازدواج میکنن، عروسی میکنن. قسم یاد میکرد دکتر خودتون بپرسید بعد از مراسم، میگه من نشناختم که این دختره. های تو این روستاها نیامده الحمدلله. مواظب باشید. از طریق شبکه اینترنت امروز بیداد میکنه فساد، از طریق تلویزیون ها، ماهواره ها، فساد داره به اوج خودش میرسه. مبادا دختر ما خدایی نکرده با فرد پس فطرتی پیمان و دوستی رو ببنده و حیا و عفت رو از او ببره. مواظب جوانای ما باشید، با هر کس دست ندید. مواظب فیلم دیدن هایمون باشید، مواظب ارتباط هایمون باشیم. و در رأس همه جوانان مسلمان، چون که این مجلس عروسی هست، برای دوست دائمی، برای گزینش دوست دائمی و عمری از همه بیشتر باید توجه بکنیم که هدف بحث منم اینجاست. من خلاصه تمام میکنم انشاءالله. دوستان به هر حال سعی کنن خسته نشن ها. به هر حال ما این همه راه آمدیم، خوابم نشدیم، خسته هم نیستیم، خستگی از تن ما رفت. امیدوارم که شما هم خسته نشید. خسته که نشدید انشاءالله؟ احسنتم، جزاکم الله خیر. به خصوص جوانانی که میخوان ازدواج بکنن خوب گوش کنن. دوست خوب، میگه یک زمانی یک لطیفه بگم، برنامه صبح جمعه با شما رادیو نشون میداد، صحبت میکرد، میگفت که یه پژو 405 عاشق شده بود به یک پیکان مدل 47 که من میخوام ازدواج بکنم باهاش. پژو 405 مدل 84 عاشق شده بود به یک پیکان مدل 47. بابا برو منم خواستگاری. باباش گفت بابا این همه پژوی خوشگل، پژوی پارس، پژوی پرشیا 206 با این خوشگلی نقلی، اینا هست، با اینا ازدواج کن. پیکان 47 چه مرگشه؟ گفت الا بالله من عاشق همین پیکان قرازه شدم، چیکار کنم؟ عشق دیگه. میگه بر دریچه قلبم نوشتم ورود ممنوع، عشق آمد و گفت بی سوادم من خواندن نوشتم بلد نیستم. هرچه زاری کردن گفت نه آقا، الا بالله پیکان 47. بله، به هر حال کار نداریم. رفتم خواستگاری، مراسم خواستگاری برگزار شد و بله برونو که ناگهان پیکان 47 با صدای قرازش گفت که بله خواستم و قبولش کردم. مراسم ازدواج برگزار شد و بالاخره با همدیگه عروسی کردن. رفتم به خانه بخت. 1-2 ماهی گذشت یا نگذشت که ناگهان یک فردی آمد با عنوان اینکه مژدگانی بده. گفتم مژدگانی بده. مژدگانی گفت چیه؟ گفتم پیکان 47 حامله شده. گفتن بچه دار شده؟ گفتم بله. گفتم مبارکه، خیلی خوبه، جشن تولد گرفتن که این چه میاد. پدر پژوی 405 پیکان مادره که ناگهان دیدم بچه پژوی آردی در آمد که نه پژو نه پیکان. اینو مواظب باشید، عاشق پیکان 47 نشیدا. در برای انتخاب دوست صمیمی مواظب باشید. دوست دائمی، دوست عمری، دوستی که مادام العمر دوست شما باشه، خیلی مواظب باشید. گذشته از این شوخی، به خدا قسم رؤیت شده، مشاهده شده که بسیاری از دختران پاک بودن، بسیاری از دختران مؤمن بودن، بسیاری از دختران نمازگزار، حتی تهجد گزار و محجب بودن، اما پدر و مادر به خاطر اینکه پول به دست بیاره، به خاطر اینکه فلان آقا هست ریش پروفسوری داره یا بالاخره ریش رو هفتیقی میکنه، دخترش داده بهش. همین دختر مؤمنه به جایی رسیده که حجاب و کشف کرده، سال و 12 ماه 1 رکعت نماز نمیخونه. جواب اینو کی میخواد بده؟ پدر. برای چی؟ دخترم، خواهرم، مادرم که صدای منو میشنوی، رسول خدا فرمودن تنکح المرأة لاربع،
معمولا دخترها به خاطر 4 چیز ازدواج میدن و ازدواج میکنن. یک لمالها، به خاطر پول. جوونا میگه تا پول داری رفیقتم قربون بند کیفتم. این پول به درد نمیخوره. یهو میاد سیلاب میبرتش، زلزله بم که نزدیک شماست نیست. آیا نشنیدید در عرض 12 ثانیه 50,000 نفر یهو رفتن؟ جوون نبودن اونا مگر؟ پول نداشتن؟ داشتن. 2 لجمالها، به خاطر جمالش. 3 جمال، این خوشگلی خیلی به خوشگلی نرو که فلان دختر خوشگل. میگه جوانی آمد گفت فلانی برام یه دختری پیدا کنم میخوام ازدواج بکنم. گفتم شرایطت چیه؟ دیندار باشه، مؤمن باشه، مسلمان باشه؟ گفت نه. گفتم شرط چیه؟ گفت شرطم فقط اینه که خوشکلا باشه. گفتم بابا این جمال رو یهو یک کریمی بزنه و باد بیاد میبره جمال رو. میخواد چیکار؟ پیغمبر فرمود زنان رو به خاطر 4 چیز ازدواج میکنن، مردان رو همچنین. به خاطر مال، به خاطر جمال، به خاطر حسب، نسب، فلان زهی، میر، سالار، خان، میر، از اینا. و 4 لدینها، به خاطر دینش. فاظفر بذات الدین تربت یداک. فقط انگیزه دینی رو رعایت بکن تا بتونی روی فلاح و رستگاری رو ببینی. و بسیاری از پسرها بالعکس، پسرهای مؤمن نمازگزار و مولوی صاحب، به خدا قسم مولوی صاحب رو ما دیدیم رفتن به یک جای ازدواج کردن که خانه بوده و به اصطلاح امروزی های کلاس بوده، از این دخترای شلوار تنگ بوده. 2 روز بعد دیدیم به خدا مولوی ریش و 7 تیغه کرده و شلوار تنگ سوسولی پوشیده. چه کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی؟ برادرم، خواهرم، عزیزم، تو رو خدا این دوست از همه مهمتره. برای انتخاب این دوست خیلی دقت کن، مبادا ما تحت این حدیث رسول خدا قرار بگیریم که من این حدیث رو ترجمه بکنم با شما خداحافظی بکنم. فرمودند مسلمانان 5 چیز هست که وقتی در 5 جا قرار بگیرن غریبن، بیکسن، بینوایند. فرمودند چیه؟ اول قرآن در خانه کسی که تلاوت نمیکنه غریبه و روز قیامت ازش شکایت میکنه. استغفر الله. امروز برادرها قرآن تو خونه چه کار میکنه؟ آقا گذاشته قرآن تو خانه که دزد نیاد، دیو نیاد، جن نیاد، پری نیاد. قرآن نیست. یا تو شهرستان ها فقط عروس داماد از زیرش رد میکنن، یا برای مهریه که میخوان بگذارن 1 جلد کلام الله مجید. این اهانت به قرآنه. یا فقط سر قبرستون ها کسی که بمیره. آیا قرآن برای این آمده؟ به خدا در قیامت از شما قرآن شکایت میکنه. غریبه. پیغمبر میفرماید قرآن، رسول خدا رو میگه یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول خدا لب به شکایت میگشاید که این قوم من، این امت من قرآن رو ترک کردن. مردم عقب شید و شر و شور گرفتن، دنبال نی و توتک و تنبور گرفتن، آیین زلالت همه دستور گرفتن، قرآن خدا را همه مهجور گرفتن. ای آیت حق بی خبران را خبری کن. نکنه قرآن عظیم باشن در درون خانه های ما خار باشه، بچه ها ما قرآن نخونن، بچه مسلمان باشه قرآن رو بلد نباشه، شعرهای عمو پورنگ رو حفظ باشه و قرآن رو حفظ نباشه. خدا نکنه. فیلم های هندی رو همه رو حفظ باشه اما قرآن رو بلد نباشه. این قرآن شکایت میکنه. 2 مسجدی که در محله باشد و نمازگزاری در اون نباشد. جوان تو رو خدا فقط امشب برای عبادت نیا، روز قیامت این در و دیوار مسجد از من و تو شکایت خواهد کرد. خدایا چه جوابی خواهیم داد که روز قیامت قرآن از یک طرف شکایت بکنه، مسجد از یک طرف شکایت بکنه؟ چطور میخوام بری بهشت؟ خدایا منو خیلی زیب و زینت کردن، بهترین پنکه، بهترین نور افکن، بهترین فرش، بهترین کلر، اما فقط 5 تا پیرمرد میاد نماز میخون. جوان خبری نبود. جوانان عزیز شما را به خدا قسم بیایید، آخر زمان شده. امروز مساجد خون گریه میکنه، همه جا آباد، پارک آب برید پر از جوانها، سینماها مملو و از قدوم جواناست، اما تو مسجدها که میاد خیلی کمه. البته من خوشبینم تو این محله. خدا شما جوانان رو خیر بده. حاضرم دست تک تک شما را خدا گواه ببوسم، پیشانی تک تک شما رو میبوسم، ولی یه قول میخوام بگیرم، یه قول مردانه، قول جوانی. منم جوونم، شما هم جوونید. قول جوانی و اون این که دیگه مسجد رو نگذارید قریب باشه. کدوم جوانه که نمیگذاره از این به بعد مسجد قریب باشه؟ دستا رو ببره بالا. قول دادی یا الله عزوجل قبول بکنه.
واقعا شما رو میگیرم نمیتونم حرف نذارم، دلم میخواد یک سره بگم، به خاطر اینکه محبت شما داره منو شارژ میکنه. در واقع خدا نکند که این مسجد روز قیامت لب به شکایت بگشایه. و امروز به حدی رسیده در منطقه ما که حتی من اگر بگم شاید غیبت بشه، یه عالمی رو بردن توی محله برای امامت، گفته آقا تو امامت این محله رو بده. عالم میدونی چی گفته؟ گفته مقتدیای محترم چشم، من نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا رو میام امامت میدم، ولی نماز صبح معذورم، نه خودم به مسجد میام نه امامتتون رو میدم. این عالم ماست. امروز جوونا نگذارید تو این منطقه بلوچستان، نگذارید. من همه جا رفتم، به کتیج هم یه ماه پیش عرض کردم برای جوانها، اون زمان حضرت مولانا محمد عمر زنده بود، گفتم به جوانان کتیجی که خدا نکند شما اینجا باشید، کنار نور آفتاب باشید و در تاریکی زندگی کنید. و الان به شما مردم این استان کرمان دارم میگم که شما با بلوچستان هم مرزید، علما بهترین علما اینجان، شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید آمده اینجا، علمای نخبه آمدن اینجا. نکنه کنار نور باشید و در تاریکی زندگی کنید، نکنه مسجد شما خالی باشه، نکنه خدایی نکرده نماز اینجا اقامه نشه مگر با چند تا پیرمرد. همینطور قول گرفتم. سومی، چون که مبحثم نیست، فرمودن رسول خدا صلی الله علیه وسلم عالمی که میان قومی باشد و حرفشو عمل نکنند، این عالمم غریبه. این علما خدمت شماست، نکنه که برخلاف میل علما را بید، البته علمایی که به حق علمای ربانی. و چهارمی که چون کار ندارم، این دو چیز برام مهمه. پیغمبر فرمودن زن مؤمنه نیکوکار غریبه در خانه مرد فاجر و بدکار، غریبه. و دعای غریب بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. به والله قسم بسیاری از خواهران به من تماس گرفتن که ما تو خانه نماز تهجد ما قضا نمی شده، حالا که شوهر گرفتیم شوهر ما رو برای نماز نمیگذاره که نماز بلند بشیم. استغفرالله. میگه بچه رو شیر بده، لباسم اتو کن، فلان بکن، نمازه، میگه نماز بعدن بخون، قضا میشه به من چه مربوط؟ اینها گرگن، اینها شیادن، نه شوهر. بسیار متوجه باشید، زن رو، دخترتون رو غریب نکنید. و پنجمی پیغمبر فرمودن مرد مؤمن و مسلمان غریب در خانه زن فاجر و بدکاره، زن بیدین، زن بی حجاب، زن بی غیرت. پس بیاییم سروران بهترین دوست، چون که بحثم در مورد دوست هست، انتخاب دوسته، بهترین دوست و صمیمیترین دوست رو در عرصه زندگی خود ما انتخاب بکنیم تا این که جرقه‌ای باشه افراد صالح با هم دیگر، جرقه‌ای باشه برای زندگی نو، برای زندگی با ایمان، برای زندگی با تقوا، برای زندگی که بر شالوده او با دین و ایمان و قرآن اساس گذاری بشه. و خدای نکرده پول رو نگاه نکنید. ازا پیغمبر فرمودن که اگر، من این حدیث رو بارها خوندم، اگر کسی بیاد خواستگاری دخترتون یا پسرتون فرق نمیکنه، دین داشته باشه، ایمان داشته باشه، به خاطر منافع مادی دسترت به سینش بزنی، خدای عزوجل اون فرد رو میفرماید اون زنی که اونجا زندگی میکنه یا اون پسر و یا دختر هر شبی که در خانه میگذرونه زنا میکند، زنا میکند، زنا میکند. استغفر الله ربی من کل ذنب. لذا آخرین صحبت من به جوانان همینه که بیاییم خوب موشگافی بکنیم، در انتخاب دوست خیلی دقت به خرج بدیم، مبادا خدایی نکرده دست به دست هر فرد نامردی بدیم و زندگی ما رو برباد بده. و برای ازدواج های ما هم انشالله سعی بکنیم خانواده های مؤمن دیندار رو انتخاب بکنیم تا این دوست صمیمی، دوست دائمی تو زندگی ما نقش به سزایی رو ایفا بکنه. امیدواریم که خدای سبحان دوستان همه ما را صمیمی با ایمان بگرداند. الله عزوجلال خانواده های ما را خانواده های مؤمنه بفرماید. الله عزوجلال دختران و خواهران ما را افرادی شوهرانی مؤمن عنایت بفرماید. الله عزوجلال گرگهای دوپایی که میخوان ایمان و غیرت و وجدان رو از میان جوانان ما بردارد، الله عزوجلال اونها رو هدایت بفرماید و اگر قابل هدایت نیست نابودشان بفرماید. دولت‌های اسلامی و به ویژه دولت‌های عربی رو پروردگار عالم توفیق دوستی و موالات با مؤمنان عنایت بفرماید و بغض یهود و نصارا در قلب‌های مسلمانان شعله ور بفرماید.